همین ابراهیم هادی که تو قتلگاه شهدای کمیل هنوز بدنش مونده و برنگشته، میگه تو عملیات مدار فجگیران غرب کردستان یه جایی رو عراقی گرفته بودن، حجم آتیششون رو سر بچه ها زیاد بود، هر کاری میکردیم نمیتونستیم این منطقه رو از دست عراقی ها در بیاریم. سر ظهر که شد ابراهیم رفت بالا شروع کرد الله اکبر از اون گفتن. بچه ها گفتن بیا پایین میزنند الان وقت از اون گو، اینا حالیشون نیست این حرفا. از اون داری برای کی میگی؟ بی محلی از اون رو تموم کرد، آخرای از اون یه تیر خورد گردنش افتاد، امدادگرا بردنش عقب. چند ساعتی گذشت دیدیم داره از سمت عراقی یه دمیان سمت ما، یه درجه دار عراقی هم جلو واسطه. میگه اومد جلو این افسر عراقی اولین بعد از اینکه خودش رو تسلیم کرد اولین سوالی که پرسید این بود، گفت این المؤذن؟ کی داشت از اون میگفت؟ گفتیم تو به از اونگوی ما چی کار دادی؟ شما برای چی تسلیم شدی؟ گفت بابا ما شیعه بصره ایم، به ما گفته بودن دارید میید با یه کافر و مجوسی میجنگید، صدای اشهد ان علی ولی الله رفیق شما رو که شنیدیم تازه حسابکار دستمون اومد. میگه ما فکر کردیم کار به همینجا ختم میشه، تموم شد. اینا عملیات وفات مقدماتی، اینجا شهید شد ابراهیم، بدنش برنگشت. کربلای 5 شلمچه یه جوونی اومد جلو با لهجه عراقی گفت برادر من نمیشناسی؟ گفتم نه. گفت من همون یکی از همون 18 نفری هستم که اون روز با از اون رفیقتون اومدیم، حالا الان داریم تو سپاه بعد عملیات کربلای 5 داریم میریم به جنگ صدام. از ابراهیم سراغ گرفت، گفتم ابراهیم شهید شد، ناراحت شد، چون که یکم گفتم بعد عملیات میام بهت سر میزنم. میگه بعد عملیات وقتی سراغش از فرماندهشون گرفتم شروع کرد گریه کردن. گفت آره اتفاقا تو شلمچه اون 18 نفر رو میگی دیگه، اون شلمچه یه جایی خیلی درگیری زیاد شد، هر 18 تاشون به شهادت رسیدن ولی خیلی خوب مقاومت کردن.